سرخط خبرهای مهم. نجات یک سیاح روس در عقبه‌های پنجکند. وزارت کار داخلی اسم مهاجران دیپورت شده را به فسب می‌سپارد و هلاکت 35 نفر در حمله‌های اسرائیل به یمن. سلام بیننده‌های گرامی، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز جمعه 12 سپتامبر. پلیس دوشنبه شام دیروز صداهای بلند و نامعلوم بر فضای پایتخت را که بسیاری از ساکنان را نگران کرد شهر داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که در فضای دوشنبه صداهای بلند و نامعلوم را شنیدند. مقامات کارهای داخلی دوشنبه این صداها را به پرواز سنجشی هواپیماهای مخصوص نظامی در فضای پایتخت ربط دادند. این نهاد گفت شهروندان خواطر نباشند. در پس منظر این شرح مقامات ساکنان از آن نگرانی کردند که باید به نحو پیشتر آگاه کرده می شدند، زیرا این صدا باعث ترس و اضطراب اعضای خانواده های آنها گشت. کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد که یک شهروند روسیه را در عقبه چمترغه نجات دادند. به گزارش نهاد انتون ونیامینویچ هنگام سیاحت در حدود دهه وروی پنجکند از کوه لغزیده جراحت جسمانی برداشته است. ضمن سنجش معلوم گردید که سیاح هنگام لغزش از بلندی پایش را شکسته است. به او در جای حادثه کمک اولیه طبی رسانده شد. افزوده است منبع. به اطلاع کمیته حالا شهروند روسیه تحت نظارت طبیبان قرار دارد. وزارت کار داخلی روسیه از این به بعد معلومات مهاجرانی را که پس از اخراج نامناسب خود را عوض کرده دوباره به این کشور وارد می شوند به خدمات مخصوص به خطری یا فسب ارسال می کند. خبرگزاری تاس با استناد به ترتیب نوی اجرای قرار حکومت درباره منع ورود نوشته است که وزارت کار داخلی و مقامات حدودی باید از 1 مارس سال 2026 به فسب معلومات درباره تغییر نسب، نام پدر یا سنه تولد شهروندان خارجی را که ورودشان با این کشور منع است پیشنهاد کنند. مقامات در شرح این قرار گفتند این برایشان امکان می‌دهد که فهرست ورود شخصان نامطلوب را ترتیب داده چنین افراد را هنوز در سرحد معین کنند. حدود 1 میلیون ساکن تاجیکستان در روسیه مهاجرند. تنها سال گذشته به گفته مقامات تاجیک بیش از 30,000 مهاجر را از این کشور اخراج کردند. فشار و اذیت مهاجران در روسیه همانا ادامه دارد. و یک خبر دیگر هم وابسته به مهاجران را داریم. بیش از 87% فرزندان مهاجران امسال نتوانستند در مکتب‌های روسیه تحصیل کنند. در این باره روز 10 سپتامبر را صابرنادزور یا خدمات نظارت در ساحه معارف روسیه خبر داده است. روسیه از ماه اپریل امسال قاعده‌های قبول فرزندان مهاجران را به مکتب دیگر کرد و حالا این گروه کودکان تنها بعد گذشتن از امتحان زبان روسی و سنجش قانونی بودن اقامتشان در روسیه حق تحصیل خواهند داشت. به اطلاع خدمات از ماه اپریل تا آگوست برای تحصیل در مکتب‌های میونه روسیه 23616 نفر شهروند خارجی درخواست دادند ولی تنها بیش از 8000 کس برای شرکت در سنجش راه یافتند. بیشتر آنها به گفته مقامات روس نتوانستند که بسته سندهای ضروری را پیشنهاد نمایند. از 5940 نفری که در امتحان شرکت کردند 50% یا 2964 نفر به مکتب قبول شدند. قانون و قاعده‌های نو و محدود کننده در روسیه سبب شده است که ده‌ها خانواده تاجیک هم فرزندان مکتبخوان خود را برای ادامه تحصیل به تاجیکستان فرستند. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه اخیر از مکتب‌های کشورهای خارجی بیش از 5000 کودک به تاجیکستان آورده شده. 70% آنها نورسانی هستند که قبلا در روسیه تحصیل می‌کردند. چند هفته اخیر در کوچه و خیابان‌های مرکزی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه کارهای تعمیری راه ادامه دارد. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی از مشکلی پیدا کردن نقلیات و بلند رفتن حق راهگیری را شکایت می‌کنند. خبرنگاران ما از ساکنان پرسیدند که به کار و درس و جای ضروری چگونه می‌رسند. حرکت میکنم پیش وقت اگر که یکم ساعتی وقت میگذاشتم حضور نه کمتر 20 مینوت مثال پیشتر میگیرم برای کندن این فکر میکنم ده بعد نمیفهمیدم خیلی دال شیشه با اتوبوس دا سوار میش نمیرفتیم حوزی اکنون میدونم ای راه بگذاریم کنی چیت بیره و طرفی میدنیستو دکه میپرسیم ده یکم کسا نه راهو محکم گفتن نمیدونم البته 1-2 ساعتتان مینیموم در راه صرف میشود تا از یک جا به دیگر جا سفر کردن
و یا خرید کردن فرق ندارد. Честно сказать, очень сложно. راستش رو گویم خیلی دشوار شد زیرا کودکم به مکتب 5 ایستگاه پیاده می رود. راه‌ها محکم هستند و تاکسی پیدا کردن نمی تواند. سر وقت به مکتب نمی رسد. تعمیر راه کاری ما را مشکل کرده است. بهتر می شد که آن را پیش از آغاز درس شروع می کردند. حالا که مکتب سر شد برای آدمان ناراحتی پیش آورده است. همه کار میرم، ای کار میبرم، این پیاده میام، با ماشین اومدن نمیتونم. من 1 ساعت عبیده، من 1 ساعت در پروبکا میگذرونم، با مجبورم به جای کار حاضر شوم. بعد از صبح دیر میرسیم. خریب اگر در هر روزه ما نیم ساعت راه باشید، از 1 ساعت 1.5 ساعت راه میرویم. وقتی همین مکتب سرشوی اینا کردن که уже با بدتر آدمو سرسان و پریشان شدن. از گذشته 29 و یا 30 اوگوست سر شد این تعمیرها و همه سرسان شد. این هم در کار اینه که خیلی طاقت کردن در کار. این همه برای ما آبادی ای. پگه می راه ساز میشه، وقتی راه ویران باشه همه میگن راه ویران ای. راه ساز باشه خیلی امکانیت میتن که مردم ساز کنن می راه. آسان است، همش خوب است. آباد شدن وطنمون چیه مود مشکل نه برات خرسندی با فیزیک مود پویده دارم. نکی یا چی خواهش داشتم. یا خواهشان همون خاکایی را که ریختگی انکو بردی روی میده. همین خاک پولنی بالای انمی میره یا شمال شوا اصلا غاج انمیش ماده مقوله اگر همیدن بردیور میزدن خیلی بالاتر خاک نمیگذشت بهترین میشیده برای که میگذاریم یا لیباس موغاج میشه و یک چی میشه یونی پریاد نیای برای باگمونی ما شهرده و قدر نمیگه همین قدر خوش. بینندگان عزیز اگر شما هم در این مسئله مشکل دارید به ما نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. اسرائیل روز 10 سپتامبر شهر صنعا پایتخت یمن و ولایت الجف در شمال این کشور را هدف قرار داد. وزارت تندرستی خوسی‌ها میگوید بر اثر این حمله ها 35 نفر کشته و 131 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل تصدیق کرده است که موضع‌های خوسی‌ها را در یمن از جمله پایتخت را هدف قرار داده است. در بیانیه ارتش اسرائیل از 10 سپتامبر آمده است نیروهای هوایی اسرائیل پایگاه‌های خوسی‌ها را در صنعا و الجف هدف قرار دادند. بیانیه ارتش اسرائیل میگوید که در این حمله‌ها پایگاه‌های نظامی، مرکز مطبوعات خوسی‌ها و یک انبار مواد سوخت هدف قرار داده شد. شاهدان عینی گفتند بنای وزارت دفاع خوسی‌ها هدف حمله ها بود. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که از جمله هدف‌های این حمله قرارگاه اصلی خوسی‌ها و پایگاه‌های نظامی آنها بوده است. بیش از 1 سال می شود که اسرائیل و خوسی‌های یمن با هواپیماها و پهپاد و موشک‌ها با یکدیگر حمله می‌کنند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 25 аср пеш охири солҳои 320 пеш аз милод қаламравҳои осиёи марказӣ имрӯза шоҳиди муборизаҳои шадиди артиши искандари мақдунӣ ва мардуми маҳаллӣ гардид. шоҳи ҷавони мақдунияи қадим бо ҳадафи тасарруфи ин заминҳо бо артишаш ҳазорҳо километр роҳро тай карда ба сарзаминҳои суғду бохтар расид. муқовимати мардумиро спитамен ба ӯҳда гирифт ки бо кӯмаки мардуми маҳаллӣ наздики 3 сол ба артиши азими искандар муқобилият нишон дод. спитамен дар ин набардҳо қаҳрамонона ҷон дод ва имрӯз исмаш ба ҳайси қаҳрамони халқи тоҷик дар таърих ёд мешавад. 12 сентябри соли 1941 зодрӯзи аввалин коргардони филмҳои тасвирии тоҷикфилм Мунаввар Мансурхоҷаев аст. ӯ баъди хатми таҳсил дар мактаби мултипликатсияи Москав солҳои 80 ба таҳияи мултфилмҳои тоҷикӣ шурӯъ кард.
هرچند شمار آنها زیاد نیست ولی هر یکشان بر پایه افسانه و قصه های مردمی و ملی تهیه شدند، از جمله فیلم تصویری جنگ موش و گربه که در زمینه آثار عبید زاکانی ایجاد شده است. منصور خوجایف که در سن 80 سالگی درگذشت تهیه مولتفیلم را یکی از مشکل ترین ژانرهای سینما اعتراف میکرد. 12 سپتامبر سال 2014 در شهر تورنتو کانادا با شرکت شاه کریم الحسینی آقاخانی 4 آثارخانه اسماعیلی ها تأسیس یافت. آثارخانه آقاخانی 4 که آن را موزه اسلامی هم نام میبرند، مکانی برای نگهداری و معرفی فرهنگ اسلامی و نمونه های از یادگاری های تاریخی برگزیده خود آقاخانی 4 گردید. صبح امروز قرب روبل پایین رفته. فروش 1000 روبل روسی در بعضی از بانک‌های تاجیکستان 109 و خرید به 108 سومونی برابر شده است. 100 یورو 1108 سومونی و فروش 100 دلار 958 و خرید 940 سومونی است. بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، شما آخرین نوید بامدادی رو در هفته روان تماشا کردید. برایتان صورت خوب آرزو مندیم. خدا نگهبان.